بار دیگر شهادت گرانبار و تحمل ناپذیر رهبر معظم انقلاب را به پیشگاه امت اسلامی و خاندان مکرم و معظم این بزرگ و بزرگوار تعزیت عرض می‌کنیم. ما الان در آستانه امتحان بزرگ هستیم و باید مواظب باشیم این وحدت را کاملا حفظ بکنیم، این اتحاد را کاملا حفظ بکنیم. اگر مختصر رنجی هست، گنج بیشماری در پیش هست. ما باید بدانیم بیگانه قصد این آب و خاک کرد، قصد تجزیه کرد، قصد تقطیع کرد. خاک ما، آب ما که آبروی ماست، خاک ما که جان ماست. وقتی از امام صادق میپرسند کسی قصد مال ما، سرزمین ما و خاک ما که هر چه کنیم، فرمود فقتله دمه علی، خونش به عهده من امام صادق، خونش بریز. ریختن خون صهیونیست، ریختن خون ترامپ، امثال ذالک. الان حرف امام زمان این است با صهیونیست بجنگ، خونش به عهده من. حرف امام زمان این است که با آمریکای ستمکار بجنگ، خونش به عهده من. سلام خدا بر شما، سلام پیغمبر بر شما، سلام علی ابن ابی طالب بر شما، سلام امام صادق بر شما، سلام امام زمان بر شما، چون شما حافظان دین او هستید.